مسابقه ورزش والیبال همچون نمود المپی ورزش در شهر ترسونزاده هواداران خود را دارد. بخش کار با جوانان و ورزش شهر ترسونزاده همچون ساختار پیشبرنده سیاست دولتی جوانان در ساحه ورزش در اساس نقشه های کاری خود مسابقه ها را عاید به والیبال بین جوانان برگزار می نماید که بیشک در تربیت جسمانی و سالمی آنها مساعدت می نماید. چنین یک مسابقه بین جوانان جماعت و دهات تشکیل و گذرانده شد. هر یک دسته با اسلوب و مهارت به خود خاص در میدان هنرنمایی نموده کوشش می نمایند تا از جایزه های تأسیس داده کمیته تدارکات بی بهره نمانند. ما امروز تصمیم گرفتیم که بین جوانان بازی شوق‌ورانه والیبال برگزار گردید. خیلی که دیدید 6-7 جماعت بود. از همینا بسیار جماعت قراتوق و جماعت غرب در دور فینالی کوشش خوب بازی خوب نشان دادند. کوشش غیرت کردند که همون توفایی که از طرف صاحبکاران تشکیل شده است بازی خوب نشان دادند. بازی خیلی شوق‌آور و جالب گذشت. ما در آینده کوشش میکنیم که همین خیلی بازی‌های شوق‌آور رو زیاد نماییم. نمودی ورزش والیبال در شهر ترسونزاده و دیگر منطقه‌های کشور سال از سال رشد می‌یابد. این است که همساله ده‌ها ورزشگران تاجیک در مسابقه‌های سطح بین‌المللی اشتراک و شرف تاجیکستان را حمایت می‌نمایند. در انجام مسابقه به غالبان و بهترین ورزشگران دسته‌های جماعت قراتوق و دیگر تحفه‌های خاطره‌ای تقدیم کرده شد. مقصد از گذراندن چنین چاره‌بینی این رشد ورزش مستحکم نمودن دوستی و رفاقت بین جوانان و نورسان منطقه و ترغیب طرز حیات سالم میباشد. تاکید می‌رود که چاره‌بینی‌های مذکور در بلند برداشتن مهارت کسبی ورزشگران مساعدت می‌نماید. سرپرستی مسابقه را صاحبکاران شهر ترسونزاده به عهده داشتند. تشبث جوانان هر یک محل شایسته تحسین و نمونه عبرت دیگران گشت. زیرا تشکیل چنین چاره‌بینی‌های عمومی و ورزشی برای بلند برداشتن حس وطن دوستی و وطن پرستی جوانان اهمیتی مهم دارد.